وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در یکی دیگر از برنامه‌های راهنمود سنت در خدمت شما هستیم و امید است که خداوند سبحانه و تعالی همه من و شما را در سایه برکات و رحمات خود داشته باشد. و از پروردگار سبحانه و تعالی می خواهیم که ما را همیشه با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده نگه بدارد و ما را با سنت پیامبر علیه السلام از این دنیا ببرد. بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت از برنامه راهنمود سنت می خواهیم پیرامون موضوع دیگر از موضوعات مهمی که امروز در جامعه ما وجود دارد که همان موضوع رقیه یا موضوع دعاخوانی هست، به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بحث‌ها و صحبت‌های داشته باشیم. بدون شک که موضوع دعاخوانی‌ها امروز فراوان به چشم می‌خورد و افراد دعاخوان هم به وفور در جامعه ما پیدا می‌شوند. حالا اینکه این افراد واقعاً دعاخوان هستند یا اینکه جادوگرند، این بحثی است که ان شاء الله در لابلای برنامه به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی واضح خواهد شد. اما قبل از آن که به این موضوعات دیگر داخل بشیم، اجازه بدین که حکم شرعی این موضوع را به خدمت شما بیان کنم به صورت تفصیل و ان شاء الله بعداً میپردازیم که این افراد چیکاره هستند که دعا میخوانند و آیا لیاقت دعاخوانی دارند یا ندارند و دارای چی شرایطی باید باشند و این دعا دارای چی شرایطی باشد. بدون شک آیات قرآن عظیم الشان شفا هست. الله سبحانه و تعالی خودش به این موضوع در قرآن عظیم الشان اشاره کرده که آیات قرآن شفا هست، در این هیچ شکی وجود ندارد. و همچنین ما معتقدیم که انسان به جادو مبتلا می شود، در این شکی نیست، یعنی انسان نمیتونه این کار بکنه. به وجود انسان جن داخل میشه، این رو هم نمیتوانیم این کار بکنیم، چیز حقیقتی است. انسان مثلا نظر میشه یا چشم بد میگیره، تأثیر چشم بر انسان این چیزی است که حقیقت است و نظر حق، در این شکی وجود ندارد. این هم اعتراف، یعنی چیزی که شریعت با آن خودش اعتراف کرده. بنابراین با این وجود ما قرآن عظیم الشان را گفتیم شفا هست و به وجود انسان تأثیر میگذارد. اولا قبل از این که این موضوع را گسترده تر بکنیم، اجازه بدین که ما در مورد حدیثی صحبت بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میفرماید که پیامبر علیه السلام فرمودند که رقیه از جمله شرک است. کدام رقیه و کدام دعاخوانی؟ همان رقیه و دعاخوانی که در آن شرک وجود داشته باشد. حضرات علما میفرمایند یعنی این دعاخوانی را به دو دسته تقسیم میکنند. قسمی از آن جایز هست و اشکال ندارد و آن قسمی هست که دعا از قرآن عظیم الشان باشد و یا اینکه دعاهای مسنونه‌ای باشد که در سنت پیامبر علیه السلام وارد هست و این دعا مفهوم باشد، یعنی واضح باشه، ارقم نباشه که دعا
کاملا یعنی در او غموز یا پوشیدگی وجود داشته باشد، این گونه نباشه. دعا کاملا واضح و شفاف از آیات قرآن عظیم الشأن واضح خوانده بشه، این اشکال نداره. و از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر خود خواندند و همچنین بر رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا در مرض موت پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابته که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها که سر و جان همه مسلمین و سر و جان همه ما فدایشان باد، بر رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات مثلا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، معوذتین میخواندند و بر پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیات خوانده شده. پس بناهن این که کسی بخواند برای خودش یا کسی دیگری بخواند اشکال ندارد، اما شرط و شروطی دارد. مثلا آنچه شروطی که در دعا علما رحمهم الله آمدن موضوع را مطرح کردن که در دعا چی شرطی وجود داشته باشد، مثلا این که شخص معتقد باشد که این دعا به ذاتهی مؤثر نیست، یعنی این دعا خوانده شد به این معنی نه که دیگه خلاص کاملا تمام، نه خیر، بلکه انسان معتقد باشد که این دعا وسیله‌ای هست که خداوند سبحانه و تعالی ذاتی است که مریضی را از انسان دور می کند و الله تبارک و تعالی هست که از جانب او سختی و مریضی می آید. یعنی انسان معتقد به این باشد، اعتقاد نداشته باشد که این دعا به ذاتهی می تواند کاری بکند. و یا اینکه این دعا به گونه‌ای نباشد که در آن استعانت از جنیات باشه، که انشاءالله این موضوع را به تفصیل صحبت میکنیم. یعنی کمک خواستن از جنیات، یا به گونه‌ای نباشه که این دعا در آن کلمات رکیک و کلمات نامعلوم وجود داشته باشه. و همچنین این دعاها از قسم طلسم‌ها و از قسم نباشه که در آن در واقع چیزهایی که اصلا فهمیده نمیشه و چیزهایی که با رمز و رموز باشه. حالا افرادی هستن دعاخوانی میکنن با رمز و رموز، اصلا شخص نمیفهمه که چی گفت، اصلا متوجه نمیشه شخص که این چی میخوانه. آیات قرآن نیست، احادیث پیامبر و دعاهای مسنونه در این وجود نداره، کاملا شفاف و واضحه که وجود نداره. خب این افرادی که دعا میخوانند باید عالم باشند، ملتزم به دین باشند، دعاهایی که میخوانند دعاهای مسنونه باشه، این دعاخوانی را برای خود کسب درآمد و کسب معاش قرار نداده باشند. بله هستن کسانی که خلاص دکان دعاخوانی باز کردن، دکان دین فروشی، دکان دعاخوانی، خلاص اونجا یک جا نشسته است، هیچ کاروبار نمی کند، من دعاخوانی میکنم، بعد مردم هم جمع میشوند اونجا و بعدن کارهای عجیب و غریبی که انسان ها انجام میدهند که اکثر اینها الا ماشاء الله، نمیگویم که نیستن، هستن افراد بسیار اندکی که دعا بس بر اساس قرآن عظیم الشأن میخوانند و این را کسب و درآمد هم برای خودشان نکردند. اما افرادی که دکان دعاخوانی باز کردند، این انسان ها اکثر اینها به دین ملتزم نیستند، از دین اصلا چیزی نمیدانند، حتی سوره فاتحه را درست خوانده نمیتوانند، چی برسد به این که اینها در واقع از جمله افراد باشند که اینها بتونند درست دعا را تلفظ بکنند. سوره فاتحه را نمیتونه بخونه، سوره فاتحه را درست تلفظ کردن نمیتونه، که هر مسلمانی یک طفل خردی را هم که بیاوریم ما سوره فاتحه را یاد داره، هر مسلمان سوره فاتحه را یاد داره. به خاطر چی؟ چون در هر نماز خوانده میشه. شخص نمیتونه مسلمان باشه و نماز نخوانه، مگر میشه؟ مسلمان باشه نماز نخوانه؟ غیر ممکنه. پس وقت نماز بخوانه سوره فاتحه لازمیه، حتمیه، باید بخوانه. این افرادی که دکان دعاخوانی باز کردند به نام دعاخوانی،
برای خود کسب معاش میکنن، وسیله درآمد پول از مردم. مثلا از اتاق فرمان میخوام که این عکس یا تصویر ششم را نشان بدن. چیز جالبیه، همه با هم ببینیم، چیز بسیار خوبیه. مثلا اینجا یکی از دکانهای دعاخوانی هست، آقای جنگیر. اونجا نوشته است که آقای جنگیر، آتشخور و مارگیر. البته قبل از این بفهمین که آقا تا آقا فرق میکنه. حالا نمیخوام که فرق آقا و آقا را برای شما بگم، چون موضوعی هست که هر کس میتونه، حالا فرهنگ پیشش هست یا اگر پیش شما اینترنت هست یک بار سرچ بکنیم آقا چی معنا دارد. خب این شخص حالا به هر حال آقای جنگیر، آتشخور و مارگیر، یعنی کاملا قافیه را هم مراعات کرده. آقای جنگیر، آتشخور و مارگیر. خیلی خوب. جناب آقای جنگیر و آتشخور چیکار میکنند و مار هم در ضمن میگیرند؟ نوشته که کمی زوم بکنن تصویر را که کاملا شفاف بشه برای بینندگان عزیز. هر قسم جن، دیو، پری، صبیان یعنی کودکان با کمک الله در ظرف 20 دقیقه معلوم و گرفته می شود. ماشاءالله. این تجارت اینها خیلی رشد کرده، تجارت این شخص بسیار رشد کرده. از این شخص فراوان هستند از این اشخاص، اما این را با عنوان نمونه برای شما نشان میدیم بینندگان عزیز و گرامی. ببینید در ادامه چی گفته؟ بی اولادی، بخت دختران، سردردی، دندان دردی، درد چشم، گوش، پا، کمر و غیره دردها علاج می شود. یک مستشفی هست، یک بیمارستان هست. یعنی شما ببینید که اینها با عقل مردم چی کار میکنن. با عقل مردم به خدا قسم بازی میکنن با مسلمان ها. چقدر افراد فریب همین شخص را خورده باشند. شما تصور بکنید چقدر افراد فریب شبیه همین شخص را خورده باشند و میخورند. چون مردم ما مذهبی هستند، هر کس نام دین را زد دنبالش میروند، حالا بدون اینکه تحقیق بکنن این شخص جنگیر یعنی چی؟ یعنی جادوگر. این شخص بدبخت جادوگره، کافر بالله و بالرسوله. اما متاسفانه که ببینین چیکار میکنن؟ دنبال این شخص رو گرفتن و خلاص میروند. خیلی آسان، ساده. این شخص جن میگیره، پری میگیره، دیو میگیره، بعد این هم در 20 دقیقه. یعنی کاملا این شخص یعنی اعتماد به نفس داره، در 20 دقیقه میگیره. شما ببینیم، تصور بکنین که ما گفتیم در دعای شرعی باید به گونه‌ای باشه که انسان اعتمادش به الله باشه، اما این شخص اعتمادش به شیطانه، اعتمادش به جنیاته. چگونه جنیات را تحت فرمان خود میاره؟ جن میگیره این شخص. چگونه این شخص این دردا را علاج میکنه؟ نعوذ بالله. علاج میشود، حتی یک باذن الله هم نگفته. حالا بعضی از اهل بدعت یاد گرفتن میگه که امام رضا شفا میدهد باذن الله. خاک عالم بر سر شما باشه، باذن الله این را شما اضافه کردین. اون شفا میده، اول میگه شفا میده بالجزم، بالقطع شفا میده، باز باذن الله از کجا شد؟ حداقل این بدبخت که باذن الله هم ننوشته، گفته علاج میشود. حالا شخصی بره پیش این شخص، تو چی کاره هستی که اینها را علاج میکنی؟ این شخص فکر میکنم که در افغانستان باشه و شاید هم بعضی ها بشناسن از بینندگان عزیز و گرامی. شاید در شهری باشه که بعضی از بینندگان عزیز و گرامی بشناسن. از این افراد زیادند، از این افراد فراوانند. حالا موضوع مهم اینه که بینندگان عزیز و گرامی، ما گفتیم که از جمله شروط دعاخوانی شرعی این است که انسان معتقد به این باشد که الله سبحانه و تعالی شافی هست، فقط الله هست که شفا میدهد. اما این شخص بالجزم آمده که به 20 دقیقه، نه کم و نه بیش، 20 دقیقه شفا میده و به همین ترتیب مردم را فریب میدهند. اینها
با کمک خواستن از جنیات، با کمک خواستن از شیاطین، که ان شاء الله اگر پروردگار سبحانه و تعالی در برنامه آینده با ما توفیق داد در مورد اینکه این افراد جنیات را چگونه تحت فرمان خود میآورند صحبت خواهیم کرد و آیا می شود که پیش اینها رفت و حکم رفتن به پیش این افراد جنگیر و افراد جادوگر چی هست؟ ان شاء الله در برنامه بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت. اما اجازه بدین که یک میان برنامه بگیریم، ان شاء الله بعد از میان برنامه ادامه همین موضوع را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بیان خواهم کرد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. و بگو حق آمد و باطل نابود شد، بیگمان باطل نابود شدنی است. وصال حق، اسلام ناب به دور از خرافات. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه رهنمود سنت در خدمت شما هستیم. بحث ما بحث دعاخوانی است. در خدمت شما بیان کردیم که دعاخوانی شرعی با اینکه این صفات در وجود این شخص باشد و این شرایط در دعاخوانی شرعی وجود داشته باشد. اما دعاخوانی غیر شرعی این است که افراد مثلا عالم نباشه، فرد مثلا عالم نباشه، پایبند به دین نباشه، مثلا نماز نخواند. اکثر این افراد را میشناسیم که به جماعت نمی آیند، جماعت مسجد، جماعت واجب شرکت نمی کنند. حتی بعضی ها عجیبه، چون اینها شیطانند، شیطان به اینها القا میکنه، وحی میکنه، به اینها چیزهایی را یاد میده. وقتی به او گفته بشه چرا نماز نمیخوانی، چرا جماعت نمیایی، میگه خانه میخوانم. یا چرا جماعت نمیایی، بعضی از اینها میدونن چی میگن، شاید شنیده باشین، ادعا میکنن که ما نماز را در مکه و مدینه میخوانیم. چگونه مکه و مدینه نماز میخوانن؟ اینها در یک آن واحد خودشان را میرسانن در هر منطقه‌ای که خواسته باشند. نعوذ بالله. ببینید چین ادعاهای بلند و بالا. شیطان به اینها مسائل را زینت میده، به اینها دروغ یاد میده، به اینها القاءات شیطانی میکنه تا اینکه به هر حال مردم را فریب بدن. مردم بیچاره هم عده‌ای میفهمن، عده‌ای نمیفهمن، خلاص عده‌ای فهمیده، عده‌ای نفهمیده دنبال اینها میرن و دکانهای اینها را هر روز بیشتر از روز دیگر پر میکنن و سیاهی لشکر میشن بر اینها. خب این افراد با این صفات باید باشه، یعنی عالم باشه و دعاهای شرعی بخوانه. مثلا وقتی که شما پیش بعضی از این دعاخوانها رفته باشین، این دعاخوانهای جادوگر و دعاخوانهایی که به هر حال اینها جواز نداره که پیش اینها رفت، که انشاءالله در برنامه بعد به این موضوع بیشتر مفصلتر صحبت میکنیم. خب وقتی که پیش آنها میره، یک حرفایی میزنه، یک صداهایی از خود در میاره، یک دعاهایی میخوانه که اصلا نمیفهمی و احیانا از آیات قرآن هم استفاده میکنه. مثلا حالا به هر حال به خاطری که برای بینندگان عزیز واضح تر بشه، نمیخوام که از اونها تمثیل بکنن، حالا به هر حال چیزی که باید برای بینندگان عزیز و گرامی فهمانده بشه. مثلا میخوان الحمدلله رب العالمین، بعد میگه ولا ضالین، لا بلا اینها چی خواند شما نمیفهمید. احیانا کلمات قرآنی در وسط اینها و دعاهای شرعی در وسط اینها یک کلمه ای میگه، مثلا میگه اللهم، بعد از اللهم گدوت میکنه، مخلوط میکنه، دیگه شما نمیفهمین که چی گفت. در وسط اینهایی که مخلوط میکنه دیگه واضحه کاملا گپ چی هست. و این افراد شرط و شروط میگذارن یا پول میگیرند. باور کنین روزی من با یکی از اساتیدم رفتم پیش یکی از دعاخوانها، سوالات متعدد پرسان کردم از این شخص. کمی به هر حال میخواستم که این فرد زایی بشه. برای زایی کردن و برای اینکه شخص از این کار توبه بکنه و بفهمه که اینها اشتباه هست رفته بودیم. حالا به هر حال چون تبلیغات زیاد کرده بود، اطلاعی های زیاد داده بود، تبلو زیاد نوشته بود که نمیفهم فلان درد علاج میشه، مثل که این شخص حالا آمده اینجا طلسم ها و دردهای عجیب و غریب را
به هر حال نعوذ بالله شفا میده. الله متعال جل جلاله آنچه مستحق است بر اینها برخورد بکنه. خب به هر حال از این پرسان کردم جناب آقا صاحب، جناب شیخ صاحب، شما تعویضاتی که میگیرین و تعویضاتی که میدین یا دعاخوانی هایی که میکنیم چند پول از اینها میگیرید؟ گفت که من تعویضاتی دارم که 200,000 افغانی قیمتش است، یا به تعبیر افغان ها 2 لک افغانی قیمتش است. باور کنین این را با گوش خودم شنیدم و حضوری از خود این شخص دیدم و شنیدم، از کسی دیگر نقل نمی کنم. گفت 200,000 افغانی تعویض دارم. گفتم چگونه؟ امکان داره 200,000 افغانی یک تعویض؟ گفت که در بعضی از مریضی ها ما این کار را انجام میدیم. گفت یک تشتی را میگیریم، آب میکنیم، داخل آب مینشینیم، نفس خود را 1 ساعت برای 1 ساعت 1.5 ساعت میبندیم. شما تصور کنین که اینها چیکار میکنن؟ برای 1 ساعت 1.5 ساعت نفس را میبنده. خب واضحه دیگه از جنیات و از شیاطین کمک میخواه، کمک میطلبه و بعدن تا این که یک تعویضی را مینویسه و بعدن برای این شخص میده 2 لک افغانی، 200,000 افغانی از او میگیره. تصور بکنین این افرادی که به اینها پول میدهند اینها چطور مردمی هستند؟ ولی شاید ندانند، بعضی ها نمیدانند، اما کسانی که میدانند چرا این کار را انجام میدهند به یک شخص 200,000 افغانی را مفت و رایگان میده به خاطر که یک تعویض برای او بده، یک دعاخوانی بکنه، خلاص. در اون دعاخوانی هم مشخصه که از شیاطین کمک میخواه، در اون تعویضات مشخصه که نامهای شیاطین هست، مثل که ما تعویضاتی را که در برنامه گذشته اگر یادتان باشه نشان دادیم که در اونها چی هست، کمک از فرشتگان، کمک از جنیات و این و آن چیزهای نامعلوم و غیر واضحی که نوشته هست. خب این شخص باید عالم باشه، این شخص باید متدین به دین باشه، دکان دعاخوانی باز نکرده باشه و اعتقاد شما هم بر این باشه که این دعا به ذاتی نمیتواند کاری بکند، یعنی این دعا خودش نمیتونه کاری بکنه مگر این که الله سبحانه و تعالی بخواد. خب این دعاخوانی غیر شرعی اینه که از این دعاهای نامعلوم پول گرفتن، شخص غیر متدین دکان باز کردن و از جنیات و از شیاطین کمک خواستن، دعاهای غیر معلوم خواندن و تلفظ کردن و بر شخص چوف کردن، اینها بدون شک غیر شرعی هست و باید از اینها پرهیز بشه. ان شاء الله اگر پروردگار متعال سبحانه و تعالی برای ما عمر را نگه داشت و ان شاء الله زنده بودیم و توفیق پروردگار شامل حال ما شد، در برنامه آینده به این موضوع خواهیم پرداخت که این افراد چگونه جنیات را به دست می آورند، آیا جن به وجود انسان داخل می شود و چگونه از وجود انسان می شود بیرون کرد، آیا راه شرعی دارد یا ندارد. ان شاء الله به این موضوعات اگر پروردگار سبحانه و تعالی بر ما توفیق داد صحبت خواهیم کرد. در این قسمت همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. تا برنامه دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.